تو این ویدیو قراره این هدفون لعنتی رو به 10 روش مختلف نابود کنیم. نه یا تمام. خب روش اول قراره بکشیمش روی زمین. با چی؟ با هوندا. چون ما هنوز مانیتایز نشدیم، ماشین نداریم، قراره ببندش به موتور و یه فاصله ای رو بکشیم و ببینیم چه اتفاقی برای هدفون میفته. ما رو دور ننداز. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. چیش نشد. پشمام این دیگه باید در میومد. چیش نشد. بریم روش بعدی. روش بعدی اینه که میخوایم هدفون رو بندازیم هوا و بزنیم زمین، ببینیم چه اتفاقی براش میفته. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنه. بریم. یس. چوخ سگ. ببین سیمش در اومد یا نه؟ نه احمد پشمام ببین. اوه شت. پشمام. ولی خدایی تا اینجا خوب دووم اومد. روش بعد اینه که میخوایم به آجر از این ارتفاع اینا رو له کنیم. بزن بریم. ولی خدایی جنسش خوبه. چه آسمون خفنی پشمام. آسمون رو بگیر. چه خفن. آسمان چشم او آینه یکی. آینه نه خدای آسمون رو پشماتون برید که چون آینه با من. اگه فکر کردید من هنوز بی خیالش شدم، باید بگم که اشتباه فکر کردید. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه. بابا چرا جنس سگ داره؟ پشمو. تو چرا؟ یه هدفون در حد نوک کم کار کرد. خب شاید فکر کنید من بازم از خیر این هدفون گذشتم، ولی نه، قراره آتیشش بزنم. یه مقدار خیلی کم. همینو برم بالا چند میده؟ به قرآن 2000 تومان میدم. این بارم میخوام آتیشش بزنم چون هنوز یه چیزی ازش هست. پشمو باش. برو عقب. باش. ریدم. پشمام.